بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. با یاری الله سبحانه و تعالی و توفیقش در این درس ما ناقض چهارم را شرح و تفصیل میدهیم باذن الله، که در این چهارمین ناقض اسلام، شکننده اسلام، اهل علم اجماع و اتفاق شدن بدون اختلاف، گفتند که من اعتقد ان غیر هدی النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. اهل علم اجماع هستند که هر کس عقیده داشته باشد که غیر راهنمایی پیامبر، آن هدایتی که آوردن، آن راهنمودشان هدایت دیگر هست کاملتر، یا اینکه از حکم پیامبر حکم بهتر هست، یعنی قانون از قانون شریعت قانون بهتر است، گفت اعتقاد کرد، تنها فقط اعتقادش، او کافر است. مانند کسانی که حکم طاغوت را، حکم طاغوت انسان گذاشته را بر حکم پیامبر، از حکم پیامبر بهتر میدانند، افضل میدانند. از همین جهت این ناقض، این شکننده چهارم اسلام در دو موضوع صحبت میکند. موضوع اول این در بابت از راهنمود پیامبر کسی راهنمود دیگری را افضل شمارد، این بدون شک کفر است. و دوم چی است؟ از حکم پیامبر، از حکم شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم دیگری را افضل شمارد یا بهتر شمارد، این هم یک کفر دیگر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در بابت که راهنمود پیامبر، منهج و راهنمود و هدایتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب الله آورده اند وصف نموده در خطبه جمعه می گفتند، پیش از آغاز کردن می گفتند اما بعد، چخیلی که اما بعد گفتند سنت است در سرآغاز خطبه یا اینکه موعظه. و سپس می گفتند فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، که این حدیث را امام مسلم روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از خطبه میگفتند که بیگمان بهترین سخن این سخن الله است و بهترین هدایت، یعنی راهنمود، این راهنمود و هدایت پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشد. و ما باید بدانیم که دین اسلام در دو اساس، با دو اساس بنا شده است، یکی قرآن، دومی سنت است. و سنت هم مثل قرآن، چخیلی که قرآن حلال میکند، حرام میکند، سخن الله است، وحی است، و فرض میکند، امر میکند، نهی میکند. و همچنین سنت هم، یعنی حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم سرچشمه شریعت بوده و همچنین وحی است و حلال میگرداند، حرام میگرداند، فرض میگرداند، واجب میگرداند، خواب چیزی را به حکم به دوزخ میکند، به جنت میکند، مثل قرآن است، چرا که این هم وحی است. الله در سوره نجم میگوید که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد از هوا گپ نمیزد صلی الله علیه و سلم، یعنی از پیش خود گپ نمیزنه، بلکه سخنهایش همه وحی الهی است. لذا سنت دومین سرچشمه دین اسلام است بعد قرآن، و اون مصدر و سرچشمه شریعت اسلام است. در همه مسئله ها او جداگانه میتواند که حکم گذارد. لذا از حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم، از راهنمودشان، کسی بگوید راهنمود فلانی پیر، فلانی اولیاء، راهنمود مقصد علی و حسین و امام رضا و غیرها افضل است گوید، پس با این عقیده اش انسان کافر میگردد. هدایت راهنمود پیامبر صلی الله علیه و سلم تایید کننده دین است و عمل نمودن به همون سنت ها و راهنمود پیامبر صلی الله علیه و سلم که با حدیث، از طریق حدیث ها است، این تفسیر قرآن است. پس هر کسی که در این عقیده باشد که غیر راهنمود و هدایت پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده، باز دیگر راه و راهنمود هدایتناک است که آن کاملتر از راهنمود پیامبر گفته اعتقاد کند، چه خیلی که گروه های باطلی از صوفی هایی که قبر پرست و مشرک هستند، آنها گروه های دارند که این خیلی عقیده دارند، میگن شریعت برای مردم عام است
طریقت یعنی طریقت گفته همون راهنمودی پیرشان را میگویند این برای کی است؟ برای اولیاءها است میگویند و یعنی اون راه اون طریقه اون راهی که همون پیرهایشان گذاشته است گرچنده که خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، خلاف راهنمودی پیامبر صلی الله علیه و سلم و منهج سلف است، اون را بهتر میدونن از راهنمودی پیامبر صلی الله علیه و سلم که این خود کفر است. و در این مسئله اجماع است، اتفاق است. این یک سخن مثلا یک عالم یک سخن مثال عقیده دولت اسلامی نیست نه تنها، بلکه اجماع اتفاق امت از زمان صحابه تا حالا زمان ما است که کسی این خیل اعتقاد دارد او کافر است. چون که الله سبحانه و تعالی برای این امت دین را کامل گردان، نعمتش را تمام کرد، چنانه که فرمود در سوره مائده آیه 3 اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز دینتون را برایتان کامل نمودم و نعمتم را برای شما تمام نمودم، گفت و راضی شدم همچون دینی که اون مقبول است آن اسلام، راضی شدم که همچون دیانت اسلام را فقط میپذیرم. پس آنچه را که الله سبحانه و تعالی برای ما اختیار کرد اون کاملترین دین است و اون راهنمودی پیامبر که از طریق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام پهلوهای حیات عمل نمودن، این آسانترین و راه بهترین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم اون کسی است که دین را از جانب الله رساند و خود حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم این تفسیر عملی قرآن است. چه خیلی که مادر عایشه آن پاکیزه عفیفه میگوید که عایشه رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآنی بودند که در روی زمین راه میرفتند. پس روش رسول الله راهنمود او همون دین است، دین اساسی این است، تفسیر قرآن این است، دین هم کامل می شود. دین هم که کامل است، پس دینی کاملتر از اون وجود ندارد و کسی که از آن دینی کاملتر یا راهنمود و طریقه کاملتر را جستجو کرد هرگز نمی‌یابد و وقتی که دیگر را پسندید و انتخاب کرد او کافر است. الله در قرآن می‌فرماید در سوره آل عمران آیه 85 که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کس دین غیر از دین اسلام را انتخاب کرد، رغبت نمود، هرگز از او قبول کرده نمی‌شود و در آخرت از جمله زیانکارها است، از جمله کافران. پس این شکننده چهارم اسلام چه خیلی که گفتیم این قسم اولش در بابت راهنمودی پیامبر صلی الله علیه و سلم گام می‌زند، اما چه خیلی که گفتیم دومین قسمش این درباره حکم نمودن به حکم غیر پیامبر صلی الله علیه و سلم. کسی اعتقاد داشته باشد اما حکمی که به غیر حکم الله حکمرانی میکنن، حاکمان و پادشاهان و داوران و سود و غیرها، هر کسی نباشد با حکم غیر الله حکمرانی میکند او کافر است. و اینجا سوال میشد که حالتهایی که حکم غیر الله نمودن را برای ما توضیح بدهید. و اینجا ما توضیح میدهیم که کسی که حکم به غیر حکم الله میکند و عقیده دارد که حکم شریعت کامل است. ببین یک شخص است مثلا رئیس دولت، حاکم، یک سود، یک داور، دادستان، چی عقیده دارد، اعتقاد و باوری دارد که با قلبش اقرار دارد که بله حکم غیر الله میکند و اصلا و با وجود حکم غیر الله را حکم انسان گذاشته را اجرا کردنش باز در قلبش عقیده دارد که حکم الله بهترتر است و کاملتر است، افضلتر است و با وجود همین هم چی است؟ با وجود همین هم فرقی ندارد، حتی همین خیلی اعتقاد داشته باشد عملش که عمل کفری است، ما اهل سنت و الجماعت با عمل هم تکفیر میکنیم. چی خیلی که شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله گفت که آنهایی که حکم طاغوت را افضل میشمارند از حکم الله. بله افضل شمردنشون از کجا است؟ بله با قلبشون حکم الله را افضل میشمارند، ولیکن عملش دلالت میکند که او حکم غیر الله را افضل شمارید. اگر حکم الله را افضل میشمارید او با حکم الله حکمرانی میکرد.
او دروغ گفته ایستاده است، دروغ اعتقاد دارد که او میگه حکم الله بهتر است. اگر بهتر میبود با بهتر حکم میکرد. دوم قسم این حاکمان کسی که حکم بغیر حکم میکند به حکم غیر الله و در عین حال عقیده دارد که حکمی که کرده ایستاده مثل حکم الله است و این هم با اجماع اهل علم چه است؟ کافر است. چون که حکم الله را با حکم غیر الله برابر نمود، شریک آورد به الله حکم غیر الله را. سومین گروه مثل اینکه کسی حکم میکند به غیر حکم الله و عقیده دارد که آنچه که حکم میکند حکم الله نیست و برابر حکم الله نیست، یعنی برابر حکم الله نمیگیرد و عقیده هم ندارد که آن حکمی کرده ایستادهش حکم الله نیست. با وجود این چی جایز میداند که با حکم غیر الله حکم کنه. مثل امروزه عقیده هایی که میگن خیلی امروز ما در اصل 21 هستیم، خیلی اون حکم اسلام برای صحیح است، اون بهتر است، اون افضل است، این حکمی که ما میکنیم حکم الله و رسولش نیست. ولیکن در این زمان که زمان ترقیات و رشد و نمو و غیره ها است، در این زمان جایز است که با حکم این انسان گذاشته یا دموکراتی حکمرانی کرد، چرا که ضرورت دارد این آن و غیره ها با بهانه های این گونه انسان ها هم عذرشان قبول نیست، کافر هستند بدون شک. اجماع اهل علم است که اینها کافر هستند. همچنین کسانی که حکم الله را چارم گروه حکم الله را به ارزش میدونن، یعنی که میگه که حکم الله در این زمان جوابگر نیست، از همین جهت ما حکم باید خودمون اختیار کنیم. اینها هم با اتفاق اهل علم کافر هستند. پنجم گروه کیا هستند؟ حکم الله را رد میکنن، انکار میکنن، میگن که این حکم الله میگویند این اصلا به همون زمان داخل داشت یا این خطا است، برخلاف فهمش انسانیت و غیره ها، از بهانه های کفری شرکی رد میکنن. اینها هم کافر هستند. و دلیل بر این 5 گروهی که ما وصف کردیم کافر هستند، امام ابن عبدالبر در کتاب التمهید جلد 4 صفحه 224 ذکر میکند که وقد اجمع العلماء أن من سب الله ورسوله أو دفع شيئا أنزله الله، هذا إن شاهد أسكي، أو قتل نبيا من الأنبياء وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. إجماع أهل العلم را در كتاب تمهيدش می‌آورد که ابن عبدالبر اجماع اهل علم است که کسی الله را دشنام داد یا پیامبر را یکم گروه، دوم یا رد کرد. اینجا جای مهم است، به موضوع ما دخل دارد. اهل علم اتفاق دارن کسی رد کند اونچه که الله نازل کرده است، یعنی حکم الله را رد کند، و اون کسی که با حکم غیر الله حکمرانی میکند، چه خیلی که گفتیم در آن 5 گروه اونها رد کردن، یا پیامبری از پیامبران را کشد در حالی که اقرار کند جمیع اون چیزی که دیگر الله نازل کرده است در قرآن و سنت همه را قبول داشته باشد و فقط یک حکم الله را رد کند، او کافر است. پس وقتی که یک حکم الله را رد کردنش سبب کافر شدنش شود، این تمام قانونهای الله را رد کرده، بر جایش تمام قانونهای غیر الله را آوردن، پس مگر حالا هم کافر نیستن اینها؟ و دفاع کننده از اون قانونهای دموکراتیک شرکی کفری کافر نیست؟ از عسکر خرد آغاز کرده که اون حمایتگران اون تخت طاغوت هستن. اگر این عسکرها و این پلیس ها و این امنیت و غیره ها اگر اینها نباشند و یک روز هم دوام نمیکند، این سود و پروکرور و این غیره ها از شخصیت هایی که داور و دادستان و این محامی و غیره ها. و همچنین دلیل دیگر در این موضوع امام ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه در جلد 13 صفحه 28 هم آورده است در تکفیر همون مغول هایی که با حکم غیر الله که قانون یاسق قانون گذاشتن، نامش دموکراتیا نیست، یاسق است. 700 سال پیش 750 سال پیش که این از قانون های گوناگون بود، از اسلام هم 30% 40% بود و همچنین چه خیلی که میگوید مثال کسی که
ابن کثیر میگوید که کسی که اگر زندار یا شوهردار باشد و زنا کند، چی مقصد زندار یا شوهردار باشد که در اسلام سنگسار است و چی مجرد باشد و چی هرچی لیوات کند، همه اینها رو یعنی که فرقی ندارد میکشتن. سحرگر باشد میکشتن. مثلا هر کس جاسوسی کند، کسی که مثلا در حال ایستاده در بالای آب پیشاب کند، قضای حاجت کند، او را هم میکشتن. همه اینها مخالف شریعت است، با آنچه که الله مشروع کرده است. پس هر کسی که یعنی که از طرف خودشان همه را یخیل حکم میکردن، 30% از 20% از یهودیت با 10-20% از خود قانونهای چنگیز خان گذاشته و همین خیلی قانونهای گذاشته شده آمیخته است، میشنی از تمام دینها کفری و از اسلام هم همچنین گرفته شده بود. ابن کثیر با وجودی که 30% از اسلام حکمرانی میکردن، آن قانون چنگیز خان گذاشته یسق، با اهل علم آن زمان اجماع و اتفاق بر این شدن که آنها کافر هستند. آنها چی هستند؟ ببین در دوامش ابن کثیر میگه پس هر کسی که حکم شریعتی که حکمش واضح و روشن است ترک کرد و حکم بغیر آن شریعت را که مثل حکم یسق را پیش گرفت، تکفیر می شود، یعنی او را کافر میگوییم. ماند از کسی که با قانون یسق حکم کنه، یک حکم الله را گذاشته بجایش حکم غیر الله کند، کافر می شود. پس حکم یسق را از حکم قرآن و سنت شریعت اسلام پیش گیرد با اجماع اسلام اهل علم، با اجماع علمای اهل اسلام، او کافر است. دلیل دیگر ابن حزم اندلسی در کتاب الاحکام می آورد که در جلد 2 لا خلاف بین اثنين من المسلمين ان من حكم بالانجيل ممن لم يأتي بالنص عليه فانه كافر مشرك خارج عن الاسلام. یگان اختلاف نیست حتی بین دو مسلمان نسبتی هر کسی که با انجیل تغییر یافته. ببین انجیل اصلش از جانب الله به عیسی نازل شده بود، ولیکن آنجایی که تغییر یافته است و در اصلی الله نازل کرده وجود ندارد، با همون تغییر یافته انجیل حتی حکمرانی کند، او کافر و مشرک است، از اسلام خارج است گفت. پس اون کسی که کاملا با غیر حکم الله حکمرانی میکند، پس باز هم عقل را کار فرماییم و تفکر کنیم، باز هم کافر نیست. اینجا ببینید که مسئله حتی بعضی با قانونهای غیر الله حکمرانی کند و دیگر همه حکمهایش با قانون الله باشدن، حتی بیان کرد کفر بودن را. این اجماع ها در مورد کسی که حکم به غیر قانون الله میکند. اما کسانی که گفتیم این با شرط اعتقاد حتی آمد. اما ششم گروه هر کسی که قانونهای بغیر قانون الله گذارد و حکمهای مخالف شریعت باشد، اون شخص را عقیده اش را ما نظر نمی کنیم، حتی اعتقادش را نظر نکردن، نپرسیده چه عقیده دارد، چه تصورات دارد، چه اقرار دارد، قانون اسلام را بهتر میداند نمیداند، فرقی ندارد. کسی که تکرار میکنه ششم گروه خواستن در بابت این شخصیت هایی که قانون های دموکراتی را میگذارند و داوری میکنند، دادستانی میکنند و قانون گذاری میکنند و غیره ها حکمرانی میکنند، حکم های برخلاف حکم های اسلام. همه این قانون ها خلاف اسلام است. این شخص بدون شک با اجماع اهل علم کافر است، چه خیلی که امام ابن کثیر و شیخ الاسلام ابن تیمیه و علم های آن زمان تکفیر کردن که را قانون یسق را گذاشته را. ببینیم ما عقیده آنها رو کاردار نیستیم، چه خیلی که ابن کثیر و علم هایی که در آن زمان بودن، علم های بزرگ، آنها هم عقیده قانون یسق گذاشته را اهمیت ندادن. چرا؟ در اعتقادش، در قلبش ما کاردار نیستیم، در نیتش. چون که آنها حتی 30% با قانون اسلام حتی قانون حکم گذاری میکردن، با وجود این هم اینها را به کار نگرفتند، بلکه آنها را کافر شمردند. مثل قانون یسق هایی که امروز معاصر در زمان ما است، قانون هایی که مثلا زنا مباح است، اما زن گرفتن، چه خیلی که گفتیم 4 زن این جریمه است. ببین تغییر قانون الله را.
نکاح رو الله برای از زنا دور شدن حلال کرده است، سن و سال نگذاشته است. بعد بلاغت قادر به که گفته است که یا معشر الشباب من استطاع الباءة منكم فليتزوج، کسی از شما قدرت مقصد مالی و بدنی دارید برای ازدواج کنید. اما در قانون کفری دموکراتی سن و سال میگذارند در ازدواج. خب در دوزی، در زنا، در عرق، در آدم کشی و غیره ها جریمه حبس است یا جریمه است، عقوبه حبس است یا جریمه مالی. اما حکم الله کجا است؟ از بین بردن. حکم دستبری، سنگسار، قصاص، حکم قتل مرتد، سحرگر نه، وجود ندارد. یک چند زنی ممنوع، مقصد با وجود زن به مرد حقوقش برابر است و قاضی حق دارد که به زن اول حق دهد تا اینکه نکاح زن دوم شوهرش را نزد این دادستان برود، نزد دادگاه کفری برود و نکاحش را از بین ببرد. و حقوق میراث برابر است، حقوق خانواده های زن و مرد برابر است. در سیاست هم میتواند زن مثل مرد امیر شود و ریاست را بگیرد. ولی این قانون های کفری که آنها گذاشتند، بله دلالت بر چی میکند؟ بر این میکند که بله بدون شک کسانی که با اون قانون حکمرانی میکنند آنها چی هستند؟ کافر هستند. پس از اینجا ما فهمیدیم که با این دلیل ها حتی چیزی که گفتیم قانون های تجاری، نظامی و صلح و غیره ها که همه مخالف قانون الله و رسولش است، 100% مخالف شریعت است. با وجود همین باز عالم های درباری که خودشان مزدوران طاغوت هستند آنها را تکفیر نمیکنند. لیکن اهل علم، ببینید نام های اهل علم را بیان کردیم که در زمانشان این خیلی قانون دولتداری که حتی 30% از اسلام باشد، در حالی که در مثال سرزمین های دموکراتی امروزه 1% هم قانون اسلام نیست. در آنجا 30% تا 40% قانون اسلام جاری میشد در زمانشان، لیکن دیدن که با باقی مانده قانون غیر الله هست، آنها را کافر شماریدند. حتی آنها را عذاب دهند، هم شکنجه کنند، هم آنها حق را گفتند. بله چه خیلی که شیخ محمد ابن ابراهیم الله رحمتش کند در کتاب رساله تحکیم القوانین میگوید که یعنی که دلیل مقصد این نمود کفر را بیان نموده، میگوید که کسی که حکم زنا که سنگسار است برای زندار یا شوهردار، مثال بر عوضش چی کند؟ بر عوضش مثال رویش را سیاه کرده شود یا در نزد در خیابان ها در نزد مردم او را شرمنده کرده شد و غیره ها، این حکم غیر الله است. و این آیت را 44 آیه سوره مائده حجت است که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسی با حکم الله حکمرانی نکند پس اینان کافر هستند. و هفتم گروه دیگر هست که البته این هفتم گروه کسانی هستند که حکم الله را میدانند و بین مردم با حکم الله حکمرانی میکنند، اما اکثر وقتها در اساس هوای هوس بین مردم به غیر حکم الله با حکم نفسی خودشون حکمرانی میکنند و خود را خطاکار میدانند. در این حالت عالم ها اختلاف کردند، یعنی که اصل دولت اسلامی، قانون اسلامی با قانون شریعت، با قرآن سنت، نه اینکه تابع امریکا، نه اینکه تابع مثلا آن است، نه اینکه تابع قانون های بین المللی، نه اینکه غیرها، بلکه آنها چه هستند؟ تابع موساد، تابع شیطان پرستی، تابع اینها نیستند، بلکه آنها چه هستند؟ با قانون الله و رسول چه خیلی که هست، مثل دولت اسلامی امروزه خلافتی که الله سبحانه و تعالی برای مناسب کرده است حکمرانی میکنند. گاه بعضی امیرها چه میکنند؟ عامتا در تاریخ هم آمده است که با هوای هوس نفس یا به خاطر یا به رشوه گرفتن حکمرانی میکنند. از همین جهت اگر اکثریت حالشان این خیل باشد، بعضی امیرها رو این خیل امیرها رو تکفیر کرده می شود. اما اگر گاه یک بار یا دو بار اگر مثلا روی خاطر کند یا اینکه با پاره یا خیش و تبار یا نزدیکان شده
یعنی که نفسش که حکم کرد ولیکن 199 از 9% با حکم الله و رسولش مثل که قرآن و سنت آمده است حکمرانی میکند، پس این گونه شخص‌های کفرش کفر اصغر است، از اسلام خارج نمیشوند. و همچنین ما باید بدانیم که الله سبحانه و تعالی به سوی این حکم ها مراجعت کردن را کفر گفته در 60 آیه سوره نساء بیان کرد که الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. الله میفرماید ای پیامبر، آیا میبینی؟ آیا تعجب نمیکنی از همون کسانی که میگویند که ایمان داریم به آنچه که به تو نازل کرده شد و آنچه که پیش از تو به پیامبران دیگر نازل کرده شد، و آنها چی؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میخواهند که حکم را به سوی طاغوت ببرند، یعنی که مراجعت به سوی طاغوت میکنند، در نزاع و اختلاف و در مشکلاتشان به حکم طاغوت باز میگردند. و حال آنکه الله برای آنها فرموده بود که به طاغوت کافر شوید، کفر ورزید به طاغوت، و شیطان میخواهد که آنها را چی کند؟ به این گمراهی از راه حق دور کرده و گمراهی داخل کند و گمراهی بی نهایت دور. این آیت دلالت میکند که بله، کسی که با حکم این سودها و دادستانها و دادگاه‌های کفری میرود و کدام قضیه خود را مراجعت میکند تا اینکه با آن قانونها و بندها و کودکس‌های کفری دموکراتی حل نماید، او هم کافر است. امام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مدارج السالکین چه که آمده است، امام ابن القیم می‌آورد که ریای کم، مثلا ریای کم بعضی عملها است که بعضی عملها رو بیکار میکنند، شرک اصغر است. اما ریای زیاد یا اینکه همه عملها به خاطر دنیا باشد، به خاطر مقصدهای دنیا و آبرو و منصب باشد، در این حالت چی؟ نفاق اکبر بوده، این عملها رو همه باطل کرده از دین خارج میشد، شرک اکبر میشد. پس اینجا چی خیلی که گفتیم تنها از این گروه ها یک گروه هستند که گفتیم آخران اینها چی هستند؟ کافر نیستند، مثل که همون کسایی که از اسلام خارج نمیشوند، ولیکن اینها در یک قضیه یا با یک حالت معین بسیار نه، با هوای نفس یا با روی خاطر یا پاره با حکم الله حکمرانی نمیکنند، لیکن 99 از 9% با حکم الله حکمرانی میکنند و با وجود همین 1% خطا کردنشون هم آنها چی؟ خودشان را خطاکار میدونند و میدونن که قانون حق قانون الله است و اعتقاد دارن که این طور است. پس این خیلی گروه خیلی که گفتیم کافر حسابیده نمیشوند و در این نواقض داخل نمیشوند. خیلی که امام طبری هم نسبت ابو مجلس را سوال میکنن، فرقه عبازی ها خوارج ها که می آیند میگویند که نسبت همون حاکمانی که در اون وقت بودن برای تکفیر کردنشان این خوارج میپرسند که چی؟ ای ابو مجلس درباره این آیتی که ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون چی میگی؟ آیا حق است؟ او میگه که بله حق است. فاولئک هم الفاسقون، آیا این حق است؟ بله میگه او حق است. آیا اینها حاکم‌هایی که در همه وقت بودن بنی امیه و غیرها، آیا اینها با حکم الله حکمرانی میکنن؟ ابو مجلس گفت که بله، این دینشون که آن دینداری میکنن و با آن دعوا میکنن و اگر چیزی از آن را ترک کردن گرفتار گناه شدن و آنها اعتراف دارن که خطاکار هستند. گفته بیان میکند که یعنی حاکمای زمان آن خلافت امیه بنی امیه آنها کافر نیستند، بلکه بعضی حکمی که غیر الله کردن خطاکار دانستند. پس این بیانگر آن است که بله ما
با این شرح ها فهمیدیم که بله حکم غیر الله سبحانه و تعالی نمودن و با این تقسیماتی که ما بیان کردیم کفر اکبر است. امید است که فهمش شده باشد. این است چهارم نواقض اسلام و ان شاء الله که باز در درس های گذشته نواقض های دیگر را شرح میدهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.